مثل تمام نقاط دنیا در ایران هم جنهای باستانی و قدیمی وجود دارند که این اقلیم را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کردند و هنوز هم در آن زندگی می کنند. بنابر نوع و ماهیت آنها در جنوب کشور مناطق کوهستانی، شمال و خرابه های خالی از سکنه و بیابان ها انواع مختلفی از آنها را می توان یافت و گزارش های متعددی از دیده شدن یا آسیب رساندن به مردم محلی داده شده است. ویژگی های ترسناک و منحصر به فرد هر کدام و نوع رفتار عجیبشان این موجودات را بسیار خاص کرده است. با ما همراه باشید تا چند مورد از این موجودات را همراه با شما تحلیل و مورد بررسی قرار دهیم. غولک موجودی است در جنوب ایران. روایت‌های زیادی از آن وجود دارد که موجودی هست که شکل ظاهری خود را تغییر می‌دهد و بیشتر کارش تمسخر و خندیدن به انسان هاست. اگر شب هنگام یا سپیده دم کسی از خانه بیرون می‌رفت، ممکن بود غولک را به شکل یک الاغ ببیند که می‌خواهد به او سواری دهد و یا اگر باری داشت بر پشت خود حمل می‌کرد، ولی بعد از طی کردن مسافتی شروع به کارهای تمسخر آمیزی می‌کرد و به سوار خود می‌خندید یا بار او را به جای دورتری می‌برد و باعث زحمت چند برابر انسان می‌شد. در روایت دیگر آمده است که غولک دمی خاردار دارد و گاهی با چهره انسان ظاهر می‌شود و فرد را همراهی می‌کرد، ولی در راه تغییر چهره می‌داد و همچنین افراد را با نام خودشان صدا می‌کرد و ترس انسان‌ها از خطاب نام خودشان با صدای ترسناک باعث می‌شد به شدت بترسند و همین موضوع بیشتر غولک را می‌خنداند. ملمداس. در باورهای ایرانی زنی به نام ملمداس وجود دارد که به آن ام‌الداس هم می‌گویند. او زنی است بسیار زیبا و با طلا و جواهرات خود را زیباتر می‌کند. او بر جوانان ظاهر می شود و از آنها درخواست رابطه می کند. هنگامی که جوان فریب ملمداس را می خورد، او پاهای داسی شکل خود را بیرون می آورد و جوان را قربانی می کند. مردم جزیره هرمز بر این باورند که در کنار دره‌های نمک یک درخت بسیار بزرگ کنار وجود دارد که در هنگام غروب زنی زیبا کنار آن می نشیند و گیسوهای بلند خود را شانه می کند. مردانی که او را می بینند دل باخته او می شوند. زمانی که مردان شروع به صحبت با وی می کنند، ناگهان تغییر چهره داده و به پیرزنی که دستانش به داس هست تبدیل می شود و مردان فریب خورده را تکه تکه می کنند. ماهیگیران و ناخداها هم داستانهایی مشابه به این تعریف می کنند که زنی شبیه پری دریایی قایقها را با نشان دادن زیبایی خود به سمت خود می کشد و با پاهای خودش ماهیگیران تنها را شکار می کند. همراه ملمداس جعبه‌ای از جواهرات است که اگر مردی آگاه مشتی خاک و شن به صورت او بپاشد می تواند جواهرات را برداشته و فرار کند. نسناس. موجوداتی شبیه انسان بودند که قبل از حضرت آدم میزیستند، ولی بعد از مدتی نسلشان منقرض می شود و پس از آن خدا حضرت آدم را آفرید. در زبان متداول به او نوعی جن میگویند که بوزینه‌ای بیدم اطلاق می شود، ولی در حقیقت در نواحی جنوبی و در عمان و اهالی عدن به این باور دارند که او موجودی نیمه انسان است. او به کسی آزار نمیرساند و آدمها را دوست دارد و اگر آنها را تنها ببیند او را گرفته و با خود میبرد. آنها به شکل جانوری چهار چشم و سرخرو دیده شده‌اند که بر روی یک پا میپرند، چون یک پای انسانی و یک پا به شکل پرندگان دارند و مثل آنوناکی ها منقار دارند. گلیمگوش ها موجوداتی بودند که از بقیه جنها بامزه تر و جالب تر هستند. معلوم نیست اصل و ریشه این موجودات از کدام قسمت ایران است،
ولی ظاهراً موجوداتی بی‌آزار بودند. آنها گوش‌های فیل مانند بزرگی داشتند که موقع خواب یکی را تشک و دیگری را لحاف خود می‌کردند و هنگام بیدار شدن می‌توانستند روی یکی از آنها نشسته و با دیگری خود را مخفی کنند. در واقع در حالت نشسته به چیزی شبیه یک دلمه یا کلم شبیه می‌شدند و هنوز هم اگر کسی گوش بزرگی داشته باشد به آن گلیم گوش می‌گویند. آنها بسیار زاد و ولد می‌کردند و به هر سرزمینی که می‌رفتند آذوقه آنجا را خالی می‌کردند و مردم پیش از رسیدن آنها به کوههای اطراف می‌گریختند. ایستچی نوعی جن است که مردمان اصفهان بر این باور دارند که مانند بختک بینی گلی دارد و روی اشخاص خوابیده می‌افتد و تنها زمانی که بینی او را بگیرند پا به فرار می‌گذارد. برخی باور دارند که آل و ایستچی مانند یکدیگر هستند. بچه‌ها را می‌دزدند و با خود می‌برند و آنها را با بچه‌های شرور خود عوض می‌کنند. روایتی هست که می‌گوید وقتی آل، صبیان و بختک با هم می‌آمیزند این موجود به دنیا می‌آید. مردم آن منطقه آن را به شکل یک موجود 4 دست و پا می‌دانند که شب‌ها و هنگام خواب به شما حمله می‌کنند و قصد خفه کردنتان را دارد. از نشانه‌های حضور آن میتوان احساس گیجی و سنگینی در اندامهای بدن، تنگی نفس و بند آمدن زبان به هنگام خواب اشاره کرد. پری دریایی در باور مردمان هرمز پری دریایی موجودی آبزی هست که نیمه انسان و نیمه ماهی است. او در کنار ساحل دریا می ایستد و با یک دست موهای بلندش را شانه می کند و در دست دیگر آینه ای را نگه می دارد. در بعضی از حکایت ها هم پری دریایی به پیشگویی اتفاقات آینده می پردازد. گاهی هم عاشق انسان می شود و با فریب دادن انسان آن را به اعماق آب می برد. در روایتی هم آمده که آنها عاشق مهارت ملوانان ماهر می شوند و شجاعتشان را می ستایند و دیدن آنها خوشیمن بوده و جزء موجودات بی‌آزار محسوب می شوند. بختک در باورهای ایرانی دیوی به نام بختک وجود دارد که هنگامی که انسان در نزارترین حالت خود است پدیدار می شود. این دیو مانند سایه یا شبح بالای بستر انسان ظاهر شده و خود را روی بدن کسانی که خوابیده اند میندازد. آدمیان زیر بدن سنگین بختک احساس خفگی می کنند و نه می توانند فریادی بزنند و نه کمکی بخواهند. در باور مردم مانند موردهای قبل تنها راه رهایی از بختک گرفتن بینی اوست، زیرا بر اساس یک افسانه گفته می شود مردی پس از دست یافتن به آب حیات مشکی از آب را پر می کند و بر شاخه درختی آویزان می کند. کلاغی مشک را سوراخ کرده و بختک از آب حیات می نوشد و هنگامی که مرد متوجه می شود بختک را گرفته و بینی بختک را به جرم نوشیدن آب حیات می برد و بختک هم از خاک آغشته شده به آب زندگانی یا آب حیات یک بینی گلی برای خود ساخت و از آن پس بین مردم معروف شد که با گرفتن و کندن بینی بختک می توانند او را دور کنند. دوستان و همراهان سمفونی اسرار، به پایان یکی دیگر از ویدیوها رسیدیم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و در آخر مثل همیشه ممنونیم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودیم.